محصلین از دهه چشمسار شهر دوشنبه از این بعد باید گردگردان و از راه دیگر به خانه هایشان بروند، زیرا بارانهای 3 روز اخیر راهی نزدیک به خانه هایشان را ویران کرد. خوشبختانه کسی هنگام فلاکت روز 13 ینور اینجا نبوده است. راه تونس کشیدگی بی خجیده است دوستان. همین موبایل 5-10 دقیقه راه خدا راه خود که نمود. باران سیل نه فقط راه چشمسار بلکه چند خانه را هم ویران کرد. ساکنان خانه ها ظاهراً پیکار یا پشت در مقامات بودند که خبرنگار رادیوی آزادی کسی از آنها را نیافت. که 2 خانه زال دیدم، خد اوشون چپا شدن، خانه پایانگی بیچاره هم جاش رفت، هم لوی حوض درون حوله هم دو. اور شدی نمیخه 50 متر رفتیانی راه نیست، راه گم شد. راهی را که ویران شد خودی مردم هر سال تعمیر میکردند. به گفته ساکنان اگر مقامات ناحیه اسماعیلی سامانی در تعمیر راه کمک میکردند حال و وضع چنین نبود. یعنی که مشکلی که تونستیم هم حل کردیم و عاقبتش همین شد که اونجا زمین چوکید. یعنی که اگر پیشتر ما را من گمان میکنم میشنیدم و جویبار تکنیک جدا میکردن، جویبار میکردن و اون خودی متخصص راه بلدی میکردن اقلام بود، همین حادثه رخ نمیداد. دهه چشمسار یکی از دهات آسیب پذیر در برابر سیل و بارانگری های زیاد در شهر دوشنبه است و در گذشته هم شاهد آفت های طبیعی شده است، اما ظاهراً مقامات درس نگرفتند. گپ سریم که حاضر اگر یک کار حالت شود که فرض کردیم نفر مراجعت کند به یاری تعجیلی، این یگانه راه است که همینجا 40-50 خوجگی یعنی که پیوست میکنه و میبینید که نه یاری تعجیلی نه سوختار خاموش کنی و دیگر خدمات اینجا نمیتونن آمدن به خاطر اون که همین راه ولنگار شد. مقامات خسارات وارده به دهه چشمسار را اعلان نکردند ولی میگویند باران سیل به چند ناحیه دیگر هم آسیب رساند. عین زمان به گفته هواشناسان بارش باران کمش 2 روز دیگر ادامه میکند.